سلام، وقتتون بخیر. بریم با هم مراحل انجام یه تابلو حروف برجسته رو ببینیم. اول زنگ زدم فروشگاه خوب 7 آسمان، برام 2 تا بوم جزیره آوردن که واقعا کیفیتشون عالی بود. یه پرایمر کارم برام آوردن، یه بیت شعر فومی که خیلی واقعا دوستش داشتم، یه شابلون طرح فرش احتیاج داشتم، گفتم برام بیارن و پودرای مخملم که تموم شده بود. اول یه دست زیرساز با پرایمرمون میزنیم برای اینکه رنگ اکریلیکمون جذب خوبی داشته باشه و اینکه باید تایم بدیم خوشه. یه دست رنگ اکریلیک میزنیم رو کارمون، یه دست رنگ زمینمون رو میزنیم که من رنگ زمینه رو آبی زدم ولی خب تایم نداشتم فیلم بگیرم. حروفمون رو میچینیم ببینیم به چه صورتی در میاد و به دلخواهمون که بود شروع میکنیم با چسب چوب حروفمون رو ثابت کردن و اینکه چسب چوب بعد از اینکه خشک میشه این رنگ سفید از بین میره. یه ذره اینجا کثیفکاری هم داره که خواستم بهتون نشون بدم. و اینکه وقتی که خشک شد کاملا یه دست رنگ زمینمون رو بهش میزنیم و باز اجازه میدیم خشک. شروع میکنیم به تاچ زدن رنگایی که دوست داریم. من یه بخشی از حروف طلایی کردم، یه سری تاچ طلایی زدم و یه سری تاچ کله قاضی. اینم از نتیجه تابلو. امیدوارم دوست داشته باشید.